خب یه نکته ای که میخوایم ببینیم تو کوتاهی های ترمیمی داریم چیه. شما مو رو که میزنید سر هم صافه، قشنگ شونه کشیتون رو میکنید. داریم ادامه میدیم که یکسان کنیم کم کم مو رو. ببین اضافه ای نداره، ولی همچنان که مو رو این حالت باز میکنید میبینید موها رو چقدر اضافه از تو مو اومد بیرون. تو این حالت اصلا خودشو نشون نمیده. خب ولی این کارو که انجام میدیم یادتون باشه گوش تا گوش از سمت جلو و خط فرق از سمت پشت. این کار رو انجام بدین، تمام اضافات زیر مو خودش رو بیرون میکشه. بعد با خیال راحت میتونید لاین رو ادامه بدید. قسمت های اینجا رو هم که گذاشتیم رشد کرده، از پشت رسوندیم. بهترین کار اینه تو انتهای کار سرخم بشه به چپ و راست. مجدد شانه کشی رو انجام بدیم. ببینید اینجا رو که اوکی کردیم. اضافات مو رو به این حالت میگیریم. مو یک دست و عالی به همون نشون داده میشه. حالا همینطور که میبینید لاین زیر مو یک دست، لاین روی مو هم یک دست و عالی. این مو رو دیگه اجازه میدیم رشد بکنه تا مجدد کناره های گوش به حالت اولیه برگرده.